سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان و همراهان گرامی به یکی دیگر از سلسله برنامه‌های آموزشی خانه فارکس من با عنوان نماد داو جونز در لایت فارکس چیست خوش آمدید. تو این برنامه قرار با همدیگه در مورد نماد داو جونز صحبت بکنیم، اینکه تحت تاثیر چیاه، چطوری میشه معاملش کرد، آیا این امکان اصلا بر ما وجود داره که داخل بروکر لایت فارکس این رو معامله کنیم یا نه صحبت کنیم. پس اگه شما هم علاقه‌مند هستید که این نماد رو یعنی شاخص داو جونز رو معامله بکنید و حالا چه داخل بروکر لایت فارکس چه اصلا دارید یک مقایسه بین حالا مثلا بروکرهای مختلف رو این نماد انجام میدید که کدومشون اسپرد بهتری داره، کدومشون کمیسیون بهتری داره و خب خیلی چیزهای دیگه، بهتون پیشنهاد میکنم حتما تا انتها با ما همراه باشید. خب شاخص داو جونز رو حتما خیلیاتون در مورد شنیدید. یکی از قدیمی ترین و پرمعامله ترین شاخصه های بازاره. شما اون رو معمولا در کنار حالا S&P یا شاخص نزدک به احتمال زیاد به گوشتون خورده. خب این شاخص رو شما میتونید داخل بروکر لایت فارکس معامله بکنید و معاملاتتون رو بر پایه اون جلو ببرید. اگه دوست دارید در مورد بروکر لایت فارکس اطلاعات بیشتری به دست بیارید، میتونید با یک کلیک ساده روی این لینک بروکر لایت فارکس وارد این مقاله تخصصی ما بشید و به طور کامل در مورد این بروکر، در مورد مزایا و معایبش، سطح اعتباریش، انواع حسابهاش، پشتیبانیش، روش‌های واریز و پرداخت و خب خیلی چیزهای دیگه اطلاع به دست بیارید. توی جای این مقاله شما رو اومدیم لینک کردیم به سایر مقالاتمون، مثلا بررسی اعتباری لایت فارکس. اومدیم گفتیم آیا مثلا این بروکر از لحاظ اعتباری سطحش خوب هست یا نه، در مورد رگوله هاش، در مورد نظرات سایر کاربران به این بروکر، همه داخل این مقاله صحبت شده که یه دونه کلیک میکنید داخلش و شما رو وارد یه تب جدید میکنه. داخل اون تب که حالا مقاله ماه، شما میتونید اطلاعات تکمیلی رو نسبت به سطح اعتباری بروکر به دست بیارید. الان بیایم مثلا این قسمت بالا انتخابش بکنیم. عنوان مقاله رو نگاه بکنید، ارزیابی اعتبار لایت فارکس به طور کامل رگوله هاش و سطح اعتباریش اومده اینجا مورد بررسی قرار گرفته. اما خب یه اشاره هم تو مقاله جامع ما بهش شده که خب همه مطالب رو نمیشده اینجا بیاریم. مثلا انواع حساب ها اینجا آوردیم. شما فرض کنید در مورد حساب کلاسیک که اینجا آورده شده اطلاعات بیشتری میخواید، یه دونه کلیک روش بکنید برای شما حساب کلاسیک باز میشه. عنوان مقالش عنوان جداییه و خب شما دیگه اینجا مثلا میبینید که اگه یه دونه حساب کلاسیک باز کنید مزایاش چیه، چقدر باید پول واریز بکنید، نمادهای معاملاتی چیه داخلش، یعنی شما اونجا چیا رو میتونید معامله بکنید، نحوه افتتاح حسابش، همه برای شما در اینجا آورده شده. اما برگردیم به خود مقاله اصلیمون، نماد داو جونز در بروکر لایت فارکس. خب شما این نماد رو ممکنه خیلی جاها با حالت این فرمت داشته باشید، DJIA یا همون نماد داو جونز، اما داخل این بروکر حالا بیشتر با نمادی که جلوتر صحبت میکنید در موردش، همون YM برای شما اوورده شده. این شاخص تقریبا از سال 1896 که یک فردی به نام چارلز داو و همراه شریکش ادوارد جونز اومد و این رو راه اندازی کرد، مدیون بهش. دقت بکنید نامش هم از همین دوتا فرد گرفته، یعنی چارلز داو، فامیل آخرش رو برداشتن داو، و جونزی که از ادوارد جونز بوده شده داو جونز. حالا شاخصی که خیلی داخل بازار معامله میشه بعد از شاخص بورس نیویورک، پر معامله ترین شاخصه و خب خیلی اعتبار زیادی داره. داخل این نمایه برای شما این شاخص رو آوردیم بروکر، حالا سایت لایت فارکس که با یه دونه کلیک خیلی راحت میتونید واردش بشید. البته لینک ثبت نام هم برای شما از آن آوردیم که از طریق جفتش خیلی راحت میتونید وارد سایت بشید و اونجا حالا دیگه همه چیزها رو در مورد ابزارهای معاملاتی و پلتفرم ها اونجا مشاهده بکنید دیگه. نماد داو جونز در لایت فارکس چیه؟ معاملات USC بروکر لایت فایننس. شما حالا این رو به اسم مختلفی میتونید ببینید که حالا ما میخوایم بریم داخل بروکر و این رو برای شما عزیزان بیاریمش.
از طریق همون کلیک کردیم برای ما این دو تا حساب باز شد. اگه بخوایم ثبت نام انجام بدیم یه دونه کلیک رو اینجا میکنیم از قسمت بالا سمت چپ، یه دونه کلیک روی گزینه ثبت نام میکنیم، برای ما همون نمایه‌ای که دیدید باز میشه. کشور رو انتخاب میکنیم، تاریخ تولد رو به درستی پر بکنید، مثلا چون برای من اینجا مقصد فقط آموزشیه، من الان یه عددی همینجا اینطوری میزنم. اما شما اگه میخواید حساب باز کنید و معاملاتتون رو بر پایه اون انجام بدید، حتما تمامی اطلاعات رو به صورت کاملا صحیح وارد بکنید که و خدای نکرده حساب شما به مشکلی بر نخوره. ایمیل آدرسی که میخواید با اون بعدا حساب داشته باشید، مثلا خانه فارکس من 2@gmail.com، و گذرواژه که بهتون توصیه میکنم ترکیبی باشه از اعداد و حروف کوچیک و بزرگ و سمبول ها و نمادها که دیگه غیر قابل هک باشه و حساب شما امن باشه. اما اگر از قبل حساب داشته باشید داخل این بروکر، خیلی راحت از طریق گزینه ورود که همون سمت راست گزینه ثبت نامه یه دونه کلیک روش انجام بدید، شما رو وارد پنل اینجا میکنه. آدرس جیمیلی که باش حساب دارید رو مینویسید، رمز عبورتون، و روی آیکون ورود کلیک میکنید تا شما رو وارد حساب کاربری خودتون نزد بروکر لایت فایننس بکنه. یکم بهش زمان بدید تا پروسه طی بشه. معمولا یکم ممکنه که برای شما طول بکشه، اما شما رو میاره وارد اینجا پنل اصلی شما نزد بروکر لایت فایننسه. دسترسی خیلی زیادی دارید. سایتش در عین اینکه بسیار ساده طراحی شده اما بسیار اطلاعات خوبی داخلش هست، بسیار امکانات زیادی شما داخلش دارید. اصلا جستجو براتون آورده شده که مثلا از این قسمت به جای اینکه حالا مثلا میخواید دنبال نماد حالا داو جونز بگردید، به جای اینکه حالا یکی یکی سرچ بکنید اصلا از همینجا میتونید بگید ما گفتیم که اسم این نماد چیه و حالت YM برای ما آورده شده. وایه ما اینجا می نویسیم و برای ما همین اولی آورد، همون DJIA که براتون گفتیم داو جونز ایندکس برای ما اینجا آورده میشه. اما اگه هم خواستیم از پایین بگردیم دنبالش، الان ما قسمت معاملات هستیم، یه دونه کلیک اول میکنیم اینجا که حالا دوباره ببینید من روی مورد علاقه هامم، چیزهایی که برای من بای دیفالت اینجا میاره، لازم نیست بینشون یکی یکی دنبالش بگردم. اما حالا چون دارم دنبال شاخص داو جونز میگردم و این یک شاخص سهامیه، اول میام ببینم شاخصهای فراگیر سهام، اینجا رو بزنیم ببینیم چی داره. برای ما مثلا فرض کنید NQ آورده شده یا همون نزدک، برای ما دلار ایندکس آورده شده و این قسمت داو جونز رو از همینجا دارید میبینید. ستاره دارش میکنم، الان برای من اومد کجا؟ روی مورد علاقه ها. و دیگه اینطوری حالا لازم نیست هر سریال بگردم یکی یکی پیدا بکنم. خب به هر حال استراتژی ها اینطوریه که جوابگوی نیستش که شما حالا مثلا روی 50 تا نماد 100 تا نماد ترید بکنید. ممکن است نماد معدود باشه، مثلا روی USD CAD شاخص داو جونز و طلا فقط دارید معامله میکنید. این ستاره دیگه اینجا میارید که یکی یکی نخواهید بگردید و کلی توی تایمتون صرفه جویی میشه. یه دونه کلیک روش میکنیم تا ما رو وارد صفحش بکنه و خب از اینجا داریم میبینیم که برای ما اینجا چارت رو میاره و اینجا هم امکانات خرید و فروش رو داریم. حجم معاملاتی رو نگاه بکنید، از این کمتر نمیشه. حداقل لات برای من آورده چقدر؟ از 1/10 لات شروع میشه. مثلا مگه بخوام یه خریدی انجام بدم برام آورده که چند؟ 1/10 عددیه که میتونم حداقل اینجا بذارم. برام مجددا شرایط بسته شدن یا همون استاپ لاس و تک پروفیت رو میاره که مثلا من روی چه قیمتی میتونم دست به خرید بزنم، چه قیمتی برام حد سود باشه، چه قیمتی حد ضرر باشه. اینجا شاخص رو داری میبینی که چه صعود خوبی داشته، چه رشد خوبی داشته. تقریبا از 32,846 اومده تا چند؟ 38,574. ببینیم میشه چند درصد؟ 38، البته از رقم قیمت لحظه ببینیم 38,630 منهای سطحی که اینجا بودش هم بوده. بذاریم همون 33 بگیریم که حالا دیگه خیلی درگیر جزئیاتش نشیم.
17% فقط به صورت، حالا بدون لورج، بدون هیچ چیز دیگه، 17% تو این چند ماه اخیر رشد داشته که رشد نسبتا خوبیه تو جریان این رکودی که حالا تو اقتصاد جهانی حاکم بوده. شاخص‌های سهام مثلا کشورهای مثل چین افت داشته. اما اینکه داو جونز رو میبینید این همه رشد داشته، بیشتر به خاطر اقتصاد آمریکا بوده، به خاطر نمادهایی که داخلشه. شما در مورد داو جونز براتون بالاتر هم صحبت کردیم، مثلا نماد نزدک و شاخص نزدک چیزیه که داخلش بیشتر سهام‌های حوزه آیتی هست و این سهامایی که داخلش داره معامله میشه. اما معاملات داو جونز اینطوری که برگرفته شده از نمادهایی که حالا گستره زیادی دارن، مثل بوئینگ، حتی مکدونالد، خود اپل و شرکتایی که دستبندی زیادی دارن، جزو شرکت‌های تاپ اقتصاد آمریکا هستن. و خب از این جهت می‌بینیم که رشد اونها باعث شده که حالا حالت وزنی هم نداره. هر شرکتی مثلا فرض کنید یه شرکتی 10 میلیارد دلاره، یه شرکتی 1 میلیارد دلار، البته اشتراک‌ها به شدت بالاتر از این حرف هست. اما در حالت کلی شرکت بر اساس وزنی که داره اینطوری نیست که یکسان باشه، هر چقدر وزنش بیشتر باشه تاثیر بیشتری هم روی این شاخص داره. و می‌بینیم که چه رشدی اومده کرده. شما اگه خرید یا فروش بخواید انجام بدید، با همین حالت شما از این بالا سرچ میکنید یا از اونجا انتخاب میکنید YM رو یا همون نماد داو جونز رو برای شما میاره و میتونید معاملات خودتون رو انجام بدید. اما این همه دسترسی شما نیست. شما از طریق متا تریدر هم میتونید این کار رو انجام بدید. متا تریدر ها همونطور که میدونید یکی از پرمعامله ترین ابزار فارکس هستن. محاله که یه فرد داخل این بازار کار بکنه و اسم متا تریدر رو نشنیده باشه. از طریق متا تریدر هم خیلی راحت میتونید داو جونز رو معامله بکنید. شما از همین قسمت بالا میتونید اون رو دانلود بکنید، براتون متا تریدر دانلود میشه و خب بعد از اینکه نصب رو انجام بدید با این نمایه ها متا تریدر 4 و متا تریدر 5 بروکر لایت فایننس رو برای خودتون دارید. به فرض مثال من روی اینجا کلیک میکنم تا برای من متا تریدر 4 بروکر لایت فایننس باز بشه. این پلتفرم اصلی این بروکر برای من، خب همونطوری که مشاهده میکنید برای من به صورت دیفالت، البته این حالا یوکی برنت خودم اضافه کردم، اما این 4 تا جفت ارز اصلی رو ما داریم پایین: یورو یو اس دی، یو اس دی سی اچ اف، جی پی یو اس دی و یو اس دی جی پی وای، که همون حالا یورو و فرانک سوئیس و پوند بریتانیا و ین ژاپن میشه. همونطوری که میبینید این نه این قسمت ما شاخص داو جونز رو داریم و نه اینجا. پس شاخص داو جونز رو از کجا میتونیم بیاریم؟ سوالیه که الان قرار بهش جواب بدیم. تو مارکت واچ لیستمون شاخص داو جونز نیست، پس از کجا میتونیم بیاریم؟ روی ویو یه کلیک میکنیم، بعد از اون سیمبلز، و برای ما این صفحه باز میشه. شما از این طریق میتونید حالا دنبال چیزی که میگردید بگردید و خب اون رو پیدا بکنید. خیلی چیزها اینجا بر ما نمایش داده شده، مثلا فارکس ماژور رو، یعنی مثلا جفت ارزهای فارکسی که دیگه خیلی مطرح هستن، مثل همون چیزایی که این پایین دیدیم، AUD USD، یورو USD و خب خیلی چیزهای دیگه. پایین ترش مثلا فرض کنید دوره همین جفت ارزهای فارکسی میشن، ولی ایندکس رو ما داریم که مثلا فرض کنید شاخص های سهام مخصوصه، چیزایی که خیلی معامله روش هست، مثل نزدک، ازهند پی که خب خیلی معاملات مطرحیه، حتما به گوشتون خورده، و داو جونز که همینجا برای من آورده. یعنی 2 تا کلیک من روش بکنم از خاکستری رنگش طلایی میشه و اینجا نگاه بکنید این پایین برام اضافه شد. یعنی داو جونز رو از اینجا یه دونه کلیکم که روش بکنم از طریق چارت ویندوز دیگه برای من خیلی راحت میاره. دیلیش بکنم، اینم کندل استیک بکنمش و خب خیلی راحت از اینجا داریم. اما در کل دنبال هر چیزی که میگشتید از طریق سیمبولز میتونید دنبالش بگردید و برای شما خیلی راحت نمایش داده میشه. الان مثلا اینجا دوباره CFD، یعنی شما قراردادهای CFD بورس نیویورک رو از اینجا دارین. حالا مثلا هر شرکتی میتونه اینجا باشه، بانک آف امریکا براتون آورده شده، یه شرکت غول بزرگ تو حوزه مالیه، و خب خیلی چیزهای دیگه که خیلی راحت دسترسیش از اینجا برای شما عزیزان فراهمه و میتونید خیلی راحت به پنل خودتون
اضافهش بکنید. اینها رو ببندیم. الان همین چارت نزدکی که شما از این قسمت دیدیدش، روی سایت بودیم و برگردیم خود معامله، YM رو انتخاب میکنیم. همین معاملات نزدکی که شما از روی سایت دیدید اینجا رو متاتریدر هم داریدش، با این تفاوت که مثلا شما اینجا یه دونه کلیک راست میکنید، اسپسیفیکیشن رو میزنید و براتون اطلاعاتش هم آورده شده. یعنی اینکه این قرارداد مثلا کانترکت سایز چند تاییه؟ 5. اینکه اسپردش چطوریه؟ شناوره. اعداد اعشارش چیه؟ تا 1 عدد اعشار. اینجا رو مشاهده بکنید. مثلا رو چه سطحی هستیم؟ برای ما زده که 38 675. حالا ممیز یک. ناکه این ممیز میبینید یه دونه عدد بعد از این ممیزه. شما الان برای یورو یو اس نگاه بکنید. بیایم مثلا روش دوباره از این طرفم اسپسیفیکیشن برای ما زده چند؟ 5. اینجا چنده؟ مثلا سایتی که الان داره روش نوسان صورت میگیره 1 > 0 80 78 31 تا 5 عدد اعشار ممیز داره، ولی اینجا برای شاخص داو جونز تنها یکیه. کانترکت سایز رو گفتیم، نوع قرارداد CFD و روزهای معاملاتی شما شنبه و یک شنبه دسترسی معاملاتی ندارید به این نماد و برای شما قطعه، اما در سایر روزهای هفته مثل باقی جفت درس‌ها میتونید از دوشنبه تا جمعه رو معامله بکنید. از ساعت 12 بامداد تا 1:05 شب دوباره این امکان برای شما نیست که معامله بکنید، ولی تقریبا توی 23 ساعت حالا 22 ساعت و 55 دقیقه در 5 روز هفته شما میتونید معاملات خودتون رو روی این شاخص ثبت بکنید نزد لایت فارکس. اما برگردیم روی مقاله خودمون. برای شما نماد رو آوردیم و خب گفتیم شاخصهای دیگه ای رو میتونید معامله بکنید نظیر S&P 500، نزدک، شاخصهای مثلا بورس‌های آلمان و کانادا و لندن و خب خیلی چیزهای دیگه که برای شما امکانش آورده شده. در موردش صحبت کردیم که مثلا فرض کنید شاخص نزدک جزوش فقط نمادهای فناوری و حوزه آیتی آمریکا میشه، مثلا انویدیا، مایکروسافت، اپل، تسلا، شرکت های تک بازارن. اما شاخص داو جونز اینطوره که شاخص غولیه. شما از داخلش از گلدمن ساکس که یک مؤسسه مالی بسیار بزرگ میبینید تا شرکت بوینگ، غول هواپیماسازی دنیا، مکدونالد و خب خیلی چیزهای دیگه که همه اومدن داخل شاخص داو جونز خودشون رو جا کردن. یک نمایه کلی براتون آوردیم. خب همونطوری که میدونید بروکر لایت فارکس انواع اقسام حساب ها رو به شما ارائه میده. داخلش همون ابتدای مقاله صحبت کردیم توی مقاله بررسی بروکر که حساب سنتی دارید، شما حساب ECN دارید، حساب کلاسیک دارید، حساب سیف دارید و خب خیلی چیزهای دیگه. ما اومدیم این داخل این بروکر بین حساب ECN و حساب کلاسیک معاملات داو جونز رو بررسی کردیم. داخل جفتش نماد برای شما همون وایمه. ابزار شاخص داو جونز، ارزش اسمی قرارداد چقدره، سطح قرارداد شاخص ضرب 1، ارز پایه دلار آمریکا، درصد مارجین 1، اسپرد 1.3 برای حساب‌های ACN و برای حساب‌های کلاسیک 6.3 پیپه. شما یه نکته ای داره و خب اون اینه که حالا با توجه به اینکه چه نوع معاملاتی دارید انجام میدید، با توجه به اینکه دوست دارید چقدر معامله انجام بدید، سطح معاملات شما چقدره، میاد و حسابهای مختلف باز میکنید. اینکه چه کدوم حساب برای شما مناسب تره. اینجا رو نگاه بکنید. شما اگه یه دونه حساب کلاسیک داشته باشید داخلش دارید 6.3 پیپ برای معاملات شاخص داو جونز میدید. داخل ECN 1.3. این رو تقسیم بکنیم، یعنی شما داخل حسابهای کلاسیک 4.84 برابر دارید پول بیشتری بابت اسپرد پرداخت میکنید. اما یه نکته داره، مثلا کمیسیون رو داخل حسابهای ECN شما $5 در هر $1,000,000 دارید میدید،
اما برای حساب‌های کلاسیک کمیسیون ندارید. پس باید یک بررسی جامعی انجام بدید که دوست دارید داخل کدوم حساب حالا سرمایه گذاری بکنید و حساب رو باز بکنید و تریت هاتون رو روش انجام بدید. میتونید از کارشناسای مجموعه خانه فارکس من برای این کار استفاده بکنید. تیم ما به شما کمک میکنه که بهترین گزینه رو انتخاب بکنید و حالا معاملاتتون رو بر پایه اون بروکر و بر پایه اون حساب انجام بدید. در مورد نرخ بهره خرید یا سوپ لانگ و نرخ بهره فروش یا همون سوپ شورت صحبت کردیم. شما اصلا روی همینجا که بیاید اسپسیفیکیشن یه دونه کلیک بکنین، برای شما در مورد سوپ ها حالا اوورده میشه معمولا، اینجا میتونید ببینید. اما برای شما همینجا هم اووردیم که مثلا شما دسترسی دارید به معاملاتی که مثلا فرض کنید ممکنه 1 روز 2 روز 3 روز باز بمونه، اما باید هزینه براش پرداخت کنید. نرخ بهره خرید 3.786، حالا تقریبا مشابه همدیگه هست داخل حساب ایسیان و حساب کلاسیک. و نرخ بهره فروش 3.426 هستش. روزهای معاملاتی هم که براتون گفتیم که یا میتونید معامله انجام بدید و ساعتی که خدمت شما عرض شد. معاملات OTC یا همون معاملاتی که در روزهای شما نمیتونید معامله انجام بدید اما امکان معاملاتی برای شما فراهم میشه، برای داو جونز اینجا فراهم نیست. در کل که برای شما عزیزان این نماد رو پرزنت کردیم، امیدوارم که به کارتون اومده باشه. اگه بخوایم یک جمع‌بندی برای شما ارائه بدیم در مورد معاملات داو جونز روی این بروکر، باید بگیم که با توجه به اینکه این قراردادها رو شما در قالب CFD داری و حالا نه اون قراردادهای اثبات و نقدی، شاید یکم ریسکش بالاتر بره و خب بتونه حالا هزینه معاملاتی برای شما بالاتر داشته باشه. میتونید یک مقایسه انجام بدید، بک تست بگیرید رو استراتژیتون، ببینید آیا این گزینه مناسبی هست برای معاملات شما یا نه، که خب در حالت کلی این امکان برای شما فراهمه که معاملش انجام بدید و خب میتونید رو حساب خودتون دیگه ببینید مناسب شما هست یا خیر. خیلی ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم که توضیحات برای شما از آن مفید فایده بوده باشه، از مطالب استفاده کرده باشید. اگه حین این توضیحاتی که خدمت شما عزیزان عرض میشد سوالی برای شما پیش اومده، شاید این سوال شما پیشتر توسط دوستان دیگه‌ای پرسیده شده باشه و ما به اونها جواب داده باشیم. میتونید اونها رو از قسمت سوالات متداول دنبال بکنید. با یه دونه کلیک روی هر کدوم از اون سوالات برای شما جواب نمایش داده میشه. اگه سوالتون رو اینجا پیدا نکردید، میتونید اون سوال، مشکلتون و یا هر چیز دیگه ای رو در قسمت درج نظرات با ذکر نامتون برای ما بنویسید یا از طریق پشتیبانی آنلاین با ما در ارتباط باشید. میتونید هر چیزی خواستید رو، مشکلتون، نیاز و پشتیبانیتون و سایر مسائل رو اینجا برای ما بنویسید. کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن اینها رو میخونن، بهشون جواب میدن. اگه نیاز بود برای شما درخواست اطلاعات بیشتر میکنن، درخواست شماره تلفنتون یا درخواست آیدی میذارن که بتونن با شما ارتباط بگیرن و مشکلتون رو به طور کامل حل بکنن. خیلی ممنونیم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. خدا یار و نگهدار شما.